خمینی آینه تمام قد هر کدوم از شورشیان 57 بود که انقلاب اسلامی رو به بار آورد. در تمام دنیا و در تمام جوامع امثال خمینی بسیار پیدا میشن، اما آیا یارانی دارن که تمام خواسته های خودشون رو مطابق با معیارها و آرای خودشون در او ببینن؟ و آیا قانونشون بهشون اجازه میده که سر مردمشون رو شیره بمالن؟ و از همه گذشته آیا دانش فردی هر کدوم از افراد جامعه اونقدر هست که بتونه متوجه مغالطات اونها بشه و به دامشون نیفته؟ یک باره حدود 10 میلیون ایرانی، بله خجالت نکشین، اونها ایرانی بودن، کسی رو پیدا کردن که تمام خواستا و نظرات اونها رو داشت بیان میکرد و جرأت گفتنش رو نداشتن. جرأت گفتن زشترین و وحشیانه ترین اندیشه ها و رفتارها رو که جامعه تقبیحش میکرد. تا ما نپذیریم که این انقلاب به دست خودمون رقم خورده، نمیتونیم چاره درد رو پیدا کنیم. مثال اون معتاد که باید در ابتدا بپذیره که معتاده. در درون هر کدوم از مردم یک خمینی هست و نیاز هست که در ابتدا خمینی درون خودتون و اطرافیانتون رو نابود کنید تا فضا آماده دگرگونش عمقی بشه، عمقی به ژرفای ریشه هر انسان.